سلام و درود به قسمت 293 پادکست خوش آمدید. مهمونم از اون سرکار خانم زینب سپری هستن. ایشون سی جی آرتیست هستن که به صورت تخصصی رو کار پارچه و لباس کاراکتر 3D کار میکنن که بیشتر حوزه تخصصشون تو اون زمینه است که از تهران باشون در تماس هستیم و تو کپشن هم طبیعتا میتونید لینک های آرتسیشن اینستاگرام و کانال یوتیوبشون هم پیدا کنید و آره این مقدمه خیلی کوتاه و بذاریم کنار. چیزی جا انداختم به نظرتون؟ خودتونم یه سری اگه میخواین خودتون رو معرفی کنین اگه چیز من جا انداختم دوست دارین. نه چیزی جا انداختی و سلام میکنم خدمتتون. خوشحالم که دارم ارتباط میگیرم با شما و مخاطبینتون. خیلی هم عالی. فقط دوستانی هم در نظر بگیرید اگه وقت لگ تو کیفیت خود تصویر می‌بینین خیلی طبیعیه. اینترنت یه خورده من جایی که دارن ضبط می‌کنن یه خورده مشکل داره ولی امیدوارم اوکی باشه. ان شاءالله توی موقعیت بهتر دوباره بعداً باز میتونیم تماس داشته باشیم در مورد حالا تو نه پادکست گروهی پادکست کسی تا حالا دیده یا نه، ولی یه مدت دارم پادکست گروهی هم ضبط می‌کنم که حالا آره ان شاءالله توی موقعیت بهتر باز دعوتتون میکنیم بیاین و آره حالا همه این صحبت مقدماتی رو بذاریم کنار و گوشمون رو ببریم بریم سر اصل مطلب که این که و مطمئنم خیلی‌ها که دارن الان پادکست میبینن علاقه به کار کاراکتر 3D هستن یا شاید هم طراحی لباس حتی. طبیعتا اکثر کسایی که دارن میبینن احتمالاً اینجور باشن یا شاید کنجکاون که میبینن جریان چیه. ولی بریم از اینجا شروع کنیم. از اول از کجا شروع شد علاقتون به آرت و تصمیم گرفتین که اوکی میخواین به صورت تخصصی آرت ببرین جلو تو زندگیتون، چیز دیگه ای نمیخواین؟ اول از همه من بخوام چون فکر می‌کنم کسایی مخاطب پادکست شما که بخوان کار حالا سه‌بعدی رو شروع کنن یا اصلا کلا به قول شما علاقه‌مندن، به نظر من اول از همه اینه که توی هر کاتگوری شغلی که میخوای انتخاب کنی به نظرم باید بلد باشی طراحی کنی، چون طراحی خیلی به نحوه مثلا دیدت، دانشت توی هر کاتگوری، مثلا فکر کن آشپزی باشه، خیاطی باشه، طراحی سه‌بعدی باشه یا حالا هر چیزی که اصلا نیازی به طراحی نداشته باشه، خیلی دیدتو تغییر میده، تاثیرش خیلی بیشتره، باعث میشه یونیک‌تر باشه توی کارت. به نظر من همه چیز از علاقه من به هنر و طراحی شروع شد، چون من به اشتباه معماری خوندم، چون خیلی علاقه به هنر داشتم و با رشته معماری شروع کردم و وقتی که تموم شد متوجه شدم که من قسمت آرتش رو خیلی بیشتر از فنی مهندسیش علاقه دارم. بعد گذشت یه تجربه خیلی کوتاه تو زمینه لباس و طراحی لباس داشتم که اونم میگم دانش آکادمیک دانشگاه یا حالا دوره خاصی راجع به طراحی لباس بخوام گذرونده باشم نبوده و صرفاً علاقه شخصی خودم بوده و دیدم به لباس خیلی علاقه دارم و اینجوری به این فکر می‌کردم که چقدر جذاب میشه اگه مثلا دانشایی که حالا به خاطر رشته‌ام که معماری بوده مثلا آشنا شدم با محیط سه‌بعدی، با طراحی آشنا شده بودم، لباسی که حالا این تجربه حالا چند تا لباس واسه خودم آماده کرده بودم، گفتم که اینا اول تلفیق بشن. اصلا ناگفته نمونه یه تجربه خیلی کوتاه هم توی زمینه تولید لباس داشتم که حالا مثلا یه سری طرح‌ها رو میدادم به تولیدی و اونا رو آماده می‌کردن و دوست داشتم که یه جورایی هم معماری و اون کار تولید لباس رو با هم تلفیق کنم، بیارمش تو دنیای گیم، یعنی یه جورایی سه‌بعدی بشه و کسایی که قرار این لباس‌ها رو استفاده کنن کاراکترهای گیم باشن. و این شد شروع ماجرا. نمیدونم کافی بود تا اینجا یا نه. نه اوکیه و اتفاقا خیلی جالب خیلی این داستان زیاد میشه حالا چه به آرتیست غیر ایرانی چه ایرانی که همه از یه رشته‌ای که یه خورده ماهیت طراحی و خلاقیت دار شروع میکنن و بعد میفهمن نه اصلا از اول از کلا کار خلاقیت دوست دارم، کار مهندسیش دوست ندارم. مثلا خود منم رفتم مهندسی مکانیک چون خیلی علاقه‌مند به رباتیک بودم از بچگی، کلا رباتیک و کلا ساختن قطعات مکانیکی و هوافضا و اینجور چیزا، طراحی سفینه و کلا چه هارد سرفیس و اینا، و فکر کردم اوه میتونم هم طراحیشون کنم هم بسازمشون، ولی دیدم نه نمیخوام بسازمشون، میخوام طراح شدم یکی دیگه بسازه، حوصله ندارم. آره ریاضی کنم ترم اول خودم رو انداختم درسش و دقیقاً همون لحظه گفتم بعد طراحی صنعتی هم یادم شدم قشنگ رو یادم 18 و 12 سالم شدم نمره اول کل اون ترم و گفتم نگاه خودت داری اذیت می‌کنی، باید بری یه مسیر دیگه. و آره دیگه بین کلامت شد ببخشید، ولی خب در کل مثلا من خودم رشته معماری که خوندم توی
تا زمانی که دانشجوی این رشته بودم خیلی موفق بودم، نمرات خوبی میگرفتم، طرحهای خوبی بود و خب شاید به خاطر کشورمون یه ذره محدودیت داشتیم توی طراحی، حالا مثلا طرحهایی که خیلی بزرگ بودن و به بچه‌ای که تازه کار بود نمیدادن، یا یه سری چارچوب همون اول راه، یعنی یه سری چارچوبایی که زمانی که درس میخونی باهاشون آشنا نمیشی، یه سری ضوابطی که خوبه که بدونی برای طراحی اوکیه، تا زمانی که یه سری ضوابط که اون کسی که از اون فضا داره استفاده میکنه استراحتی کنه اوکی، ولی یه سری چارچوبا و ضوابطی بعدها به وجود اومد واسه کار که باعث میشد خیلی توی طراحی تاثیرگذار باشه، یعنی یکم محدود شده بودی فقط توی یه باکس طراحی کنی، نمیتونستی خیلی خلاق باشی. این شد که من دیگه کلا این کاتگوری گذاشتم کنار، من دیگه اومدم سمت کاری که هنر بیشتری داشته باشه. دو تا آرتیست دیگه هم که دو سه تا آرتیست دیگه هم آوردم که ایرانی بودن اتفاقا، اونم همشون معماری خوندن بعد رفتن دنبال آرت درست حسابی. سارا سلمانپور بود یکی هم جواد رجب‌زاده داره، کاکام جواداره، جفتشون هم معماری خوندن ولی یکیش رفت تکسچر آرتیست شد، یکی هم از طرف رفت 3D آرتیست 3D کاراکتر آرتیست شد. جالب، جفتشون هم معمار تمام. عجیبه. فکر می‌کنم نه عجیب نیست، به خاطر که وقتی معماری میخونی علاوه بر اینکه طراحیشو یاد میگیری باید اون کار تو، اون ایده‌ای که توی ذهنت هم هست و به صورت سه‌بعدی نشون بدی. فکر می‌کنم دلیلش این بوده که یعنی با ابزاری که میشد این کارو انجام داد بچهای معماری خیلی سریع‌تر آشنا شدن. فکر می‌کنم دلیلش این باشه، اینجوری آشنا میشن با این مووی، بعد انتخاب میکنن که مثلا حالا میشه باهاش کارهای خلاقانه تری هم میشه انجام داد، فقط نیست که یه پلن رو مثلا سه‌بعدی کنی، یه نما فقط مدل سازی کنی یا بخوای رندر بگیری. فکر می‌کنم دلیلش واقعا معماری خودم هم خیلی کلا دوست دارم و هنوز از یکی از علاقه‌ام بود، ولی مشکل من بود که علاقه زیاد داشتم. یعنی مشکل خیلی هست نمیدونن به چه علاقه دارم، مشکل من این بود که به همه چی علاقه دارم، مثلا دارم یه جوری. ولی به نظر من که این مشکل نیست. مشکله وقتی به انتخاب رشته میرسه، وقتی به انتخاب شغل میرسه، این تنوع طلبی اصلا میزنه تو سرت قشنگ. خیلی بده، خیلی بده. خب من جز اون دسته آدما نیستم که میگن فقط باید یه چیزی رو انتخاب کنی، یه مسیر شغلی رو بری جلو تا به نتیجه برسه. اونو خیلی موافق نیستم، چون ممکن تو مثلا یه سال 2 سال مثلا زمان بذاری بعد متوجه شی که نه اصلا مناسب تو نیست و بخوای تغییرش بدی. اصلا خیلی هم هستن که 2 تا یا 3 تا شغل دارن و خیلی موفقن. به نظرم هیچ نسخه ثابتی وجود نداره که بخوام بپیچه برای کسی بگه نه 100 باید یه مسیر رو انتخاب کنی. مثلا انقدر بعد مسیر تو تغییر بدی تا به اون مسیری برسی که توش احساس راحتی بیشتری داری، خوشحالتری و اون چیزی که درونت هست رو میتونی بروز بدی. مثلا تا اون زمان باید ادامه بده این تغییر مسیر رو. آره. و خب حالا یه سوالی که برام پیش میاد الان اینجا، حالا یه خورده توضیح بدین مقدمات، ولی حالا میخوام بدونم که دقیقاً چی شد که حالا بین این همه حالا رشته و حوزه توی زمینه چرا به طراحی لباس کاراکتر علاقه شد؟ چی شد که اونجا خیلی اون رشته جذبتون کرد؟ چرا چیه دیگه مثلا طراحی ماه، چرا خودت طراحی کاراکتر حتی دقیقاً میخوام بدونم چی باعث شد که آخر تمام به قولن تخم‌مرغاتون رو بزنید تو سبد طراحی لباس. ببینم چی میگم. آره متوجهم چی میگی. خب یه توضیح من اول صحبت داشتم، یعنی سعی کردم خیلی سریع بهش اشاره کنم، ولی خب من تمام دانشی که یه معمار باید داشته باشه رو داشتم، یعنی کلا طراحی بلد بودم. به صورت سه‌بعدی بخوام حالا مثلا کار نما یا طراحی داخلی یا هارمونی رنگا، تکسچرها، همه اینا رو آشنایی کامل رو داشتم. یعنی چیزی نبود که بگم بخوام یه بازه زمانی نیاز داشته باشم بخوام یاد بگیرم یا برم دنبالش. کاملا تسلط کامل به این موضوع داشتم و بعد تصمیم گرفتم چون علاقم به لباس خیلی زیاد بود، یعنی جزء فکر کنم دست تولید کننده هایی بودم که بیشترین محصولش رو خودش استفاده می‌کرد. یعنی انقدر دوستشون داشتم سعی می‌کردم که یعنی چیزایی بودن که خودم خیلی لذت می‌بردم ازشون و همونا رو تولید می‌کردم و میگفتم کسایی که مثلا پیدا می‌کنن کارهای منو که هم سلیقه من هستن. یعنی ذره شخصی بود این قضیه، احساس می‌کنم خیلی عامه پسند نبود. بعد خیلی هم اوکی بود، باز توی اون زمینه خوب کار می‌کردم، همه چی کاملا اوکی بود، ولی خب زحمت خیلی زیادی هم
تایم و زحمت خیلی زیادی از من اینجوری بود که بخوام دقیق تر بگم کار یک نفر نبود، خیلی سنگین بود. یعنی مثلا یه حجم کاری خیلی زیاد واسه منی که تازه کار بودم خب اذیتم می‌کرد از این بابت. بعد به این فکر کردم که چقدر جالب میشه اگه این دانشی که این راجع به معماری دارم و این چیزی که راجع به لباس میدونم بخوام با هم دیگه تلفیق کنم. میدونم که طرح‌های من هیچ چیزی راجع به معماری شاید توشون نباشه، ولی این دانش سه‌بعدی، نور، تنظیم مثلا دوربین یا حالا رندر گرفتن یا حتی طراحی که توی معماری مثلا توی زمانی که دانشجوی معماری بودم و طرح‌هایی که می‌زدیم، نمیدونم همین اینا سعی می‌کردم از هر چیزی که بلدم یه چیز جدید خلق کنم. و خب موقعم که کارمو شروع کردم خیلی هم نگذشته، البته بار اولی نبود که کسی همچین کاری رو شروع می‌کرد، ولی خب تقریبا میدونستم که خیلی‌ها یا کار لباس انجام میدادن بعد این کار انجام دادن یا خیلی اصلا یک کاتگوری شغلی دیگه بودن. فکر نمی‌کنم کسی تجربه هر دوتا رو واقعا لمس کرده باشه و بخواد این کار شروع کرده باشه. یعنی چه کار لباس و چه کار معماری رو نمیدونم، شاید من نمی‌شناسم، واسه من که این چیزی بوده کامل بوده. نه آره خیلی جالبه کلا، چون آره ترکیبات مختلف وجود داره. مثلا یکی از معماری 3D کاراکتر آرت، یکی از معماری تکسچرینگ، یکی از حالا مثلا شما معماری و طراحی لباس. ولی خب طبیعتا آدم هر چیزی یاد میگیره، حتی فکر میکنه بعداً مسیرش عوض میکنه، ولی هم و اون چیزی هم که یاد میگیره فکر میکنه به مسیرش ربطی نداره یه جا ولی کمکش میکنه. این چی میگم دقیقاً الان می‌خواستم همین رو بگم. مثلا تو توی مسیری داری یه شغلی انتخاب کردی و حالا خوشت نیومده، موفق نبودی، قطعاً توی شغل بعدی تاثیر خودش رو نشون میده. اون تجربیاتی که داشتی خیلی کمکت میکنه، خیلی کمکت میکنه و شاید هم باید اونا رو میگذروندی تا برسی به اون مرحله‌ای که باید. آره. و خب حالا یه سوال که میخوام بپرسم اینه که برای کسی که علاقه‌مند هستن به طراحی لباس 3D کلا از کجا باید شروع کنن؟ چه پیشنهاداتی از تجربه خودتون دارین؟ و اینکه کلا فرض کن الان مثلا یه بنده خدا یه دانشجوی جلوتون نشسته و به این قضیه علاقه داره، به این موضوع، خب چه پیشنهاداتی دارین کلا همه جوره؟ فکر کنم چون خیلی مهمه جوابی که میدم. پیشنهاد میکنم که آره مشورت کنه، پادکست گوش بده، ولی خودشو خیلی محدود نکنه به چیزایی که شنیده. و خب میدونید مثلا اول از همه زمانی که میخواستم این کار انجام بدم خیلی بهم میگفتن که تو سختت میشه، شاید مثلا تو چون خلاقیت رو خیلی دوست داری، آدم اکتیوی هستی، پشت سیستم نشستن، ممکنه این تایمی تو خونه موندن یا یه موقع ارتباط کمی که با آدم ها داری، چون این شغل جوریه که تنها داری انجامش میدی، یعنی خیلی تیم ورکی نیست، مگه اینکه مثلا تیم بخوای تشکیل بدی و بخش های کارتو بخوای تقسیم کنی. یه کاری که توی شروعش، توی یادگیریش بازه زمانی لازم داره که تو پای سیستم باشی، تنها باشی، کار رو یاد بگیری تا بتونی به اون نتیجه که میخوای برسی. و خب خیلی بهم میگفتن تو اون صبر رو نداری و واقعا هم نداشتم. یعنی واسه من شاید یه ذره طولانی شد، اما شدنیه. یعنی هر چیزی که کسی بهتون میگه نمیشه یا حالا شاید شما نتونی، قطعا میتونی انجامش بدی. چون مثلا فکر کنید من جزو دسته آدمایی بودم که پک آموزشی خیلی سخت نگاه می‌کردم، آموزش خیلی کم نگاه می‌کردم، کم سختم بود و آروم آروم خیلی آروم آروم شروع کردم با تجربه کردن. یعنی فکر می‌کنم تعداد کارهای من الان توی آرت استیشن دیدین خیلی کمن. یعنی با تجربه این یک ساله شاید یه نفر دیگه یک سال شروع می‌کرد، یک سال نیم شروع می‌کرد، خیلی کارهای بیشتری داشت. واسه من چون یه ذره سماجت داشتم روی کارم، دوست داشتم که همون تمرینایی که دارم انجام میدم بشن، یعنی بشن بهترین کارام. یعنی کاری که واسه شروع واسه تمرین بوده رو انقدر ادیت کردم و کم نیاوردم که همونا شدن پروداکتام که همین الان دارم هم میفروشمشون، همین که واسه پورتفولیوم کار خوبی از آب در اومده. به نظرم این که از ادیت خسته نشن و صحبت‌های همه رو گوش بدن، ولی بهترین تصمیم قطعا خودشون میتونن برای خودشون بگیرن و قشنگیه. خب حالا یه سوالی، الان خودتون چجور یاد گرفتین که خب بعدی هم بتونن این مسیر رو برن که مشکل پیش نیاد؟ خود من اینجوری بگم که من با یک ورکشاپ شروع کردم
که متوجه شدم توی این مسیر، یعنی فکر می‌کردم فقط یه مدل سازی ساده بلد باشی، یه نور و متریال دادن به کار کافیه. بعد متوجه شدم که با تجربه اون ورکشاپی که دیدم متوجه شدم که چند تا برنامه مختلف نیازه. مثلا برنامه کلوتیلد یا مارولوس دیزاینر اصل ماجرا نیست، یعنی یه سری برنامه‌های دیگه، یه سری پروسه‌های دیگه هم نیاز بود و دونه دونه همه اینا رو از طریق یوتیوب یا یکی از دوستانم، یکی دو تا دوست خیلی خوب داشتم که توی این مسیر خیلی کمکم کردن. اینجوری بود که من مدل سازی و بلد بودم اما خیلی تجربه‌ای با سابستنس پینتر و دیزاینر نداشتم که امیرحسین و پریا دو تا از دوستای خیلی خوب من کمکم کردن با این دو برنامه آشنا شدم و یه جورایی 0 تا 100 برنامه رو نگاه نکردم. شاید یه سری چیزای بیسیکشو ندونم اما در حدی که کارم بتونم انجام بدم، یعنی هر سری توی هر کاری که شروع می‌کردم اینجوری بود که یه سری جاها، یه سری نواقص داشت کار، یه سری جاها رو می‌خواستم خیلی بهتر کنم، باعث می‌شد که برم یه سری اطلاعات بیشتری پیدا کنم، یاد بگیرم که بتونم اون کار رو خوب انجام بدم. فکر می‌کنم کسی که وارد این کاتگوری شغلی بشه اینجوری نیست که بگم یه آموزش رو بره ببینه و الان احساس کنه که 100 دیگه همه چی رو میدونه و همه چی رو بلده. هیچ وقت آموزش دیدن توی این کاتگوری تموم نمیشه و همیشه باید خودتو آپدیت نگه داری، همیشه باید یه سری چیز جدید یاد بگیری و تمومی نداره. واقعا اینجوری نمیشه که آموزش معرفی کنی بگی خب اوکی الان چی بری آموزش ببینی و الان دیگه استادی. آموزش میبینی و بابت هر کار تو دوباره به چالش کشیده میشی، میبینی که نیاز یه سری چیزای فراتر یاد بگیری. حالا میرسیم به موضوع بعد، اینی که پروسه پایپلاین کارتون چجوریه؟ یعنی قدم به قدم وقتی شما یه پروژه شروع کنید کار کردن، کلا قدم به قدم بعد چه مراحلی رو طی می‌کنید از شروع پروژه تا آخرش؟ ببین این راجع به من داری میپرسین، یعنی من ممکنه الان یه چیزی بگم ولی بچه‌ای که 100% هر کی فرق داره طبیعتاً پروسش اشکال این نداره. مثلا خیلی مهمه. من اینو راجع به خودم میگم ولی اینو میگم چون میدونم قطعا کسی که در این پادکست رو گوش میدن فکر می‌کنم دونستنش خیلی بهشون کمک کنه. خیلی مهمه هدفت چیه، تو داری از بابت اون کاری که داری انجام میدی. هدفت اینه که حالا برای لباس باشه، برای طراحی لباس باشه، برای گیم باشه، برای حالا فقط واسه نشون دادن کارت باشه. میدونی خیلی مهمه اینا و یه سری هستن که این کار فقط به خاطر درآمدش دارن انجام میدن و اصلا براشون مهم نیست، دیتیل کار براشون مهم نیست، کیفیت کار واسهشون مهم نیست، به خاطر اینکه بیشتر به تعداد توی مارکت خصوصا فقط به این دقت میکنن که یه تعداد خیلی بالایی باشه یا نگاه میکنن که کی چی کار کرده همون کارو کپی میکنن. میدونی این خیلی بازاریه. یعنی اگه میخوای آرتیست باشی به نظرم خیلی باید مثل آرتیست هم رفتار کنی، یعنی یه ذره سعی کنی اگه رفرنس خاصی می‌بینی قطعا هر آرتیستی باید رفرنس ببینه و باید کسایی رو بشناسه که از خودش خیلی بهتر کار میکنن، اینا رو نگاه کنه، الهام بگیره، همه چی تا اینجا اوکیه. اما قطعا کسی که بخواد فقط، من میبینم توی مارکت خصوصا یه سری هستن که فقط تعداد بالا دارن کار میزنن، قطعا فروش خوبی هم میتونن داشته باشن، منتها هیچ وقت یه کمپانی خیلی خوب بازی سازی نمیاد بهشون پیشنهاد بده که بیا برای ما مثلا بیا کار کن. خب چرا؟ چون اون کار خیلی کار فاخر به قول معروف و متفاوت و خاصی نیست که بیام سمتش. یعنی من برای من تجربه شخص خود من با اینکه توی مارکت دارم کار میذارم هیچ وقت تعداد و یا زمانی که داره کار واسه من از من داره میگیره برام مهم نیست. یعنی یکی از بزرگترین دلایلی که من کم کارم اینه که برای یه کار خیلی زمان میذارم که به اون کوالیتی که میخوام برسه. یعنی ممکنه یه نفر بتونه یه کار رو توی 1 ماه ببنده ولی من 3 ماه براش زمان بذارم و این خیلی مهمه که هدفت چی باشه. خب من دوست داشتم که توی یه کمپانی بازی سازی بخوام کار کنم، مثلا یه کاراکتر بازی من لباسشو مثلا طراحی کرده باشم، من مدل سازی کرده باشم یا تکسچرشو خودم داده باشم. برای من چون این قضیه مهم بود خیلی دیتیل کارم دقت داشتم، خیلی به این دقت داشتم که کارم منو تعریف کنه. برای همچین قضیه‌ای هم من خب کار خوب زیاد دیدم، سعی کردم خیلی کارمو ادیت کنم، خیلی تمرین کنم. هم نمیدونم مفید بوده صحبتم یا نه. آره و بریم سراغ سوال بعد، اینه که چه طراح‌ها و آرتیست خیلی روتون الهام داشتن و الهام گذاشتن رو کارتون، برای شما خیلی یعنی تاثیرگذار بودن؟
آرتیست خوب خیلی زیاد هست، دوستای نزدیک خودم هم هستن. دقیقاً کتگوری شغلیشون مثل من نبوده. یه خانمی بود فکر کنم روش بود، خانم پترووا، که کارهای مدل سازیش خیلی کیفیت بالایی داشتن. من اوایل کارم خیلی مثلا کارهایشون رو نگاه می‌کردم و یکی از دوستای نزدیکم پریا که باعث شد من ساخت دیزاین رو از ایشون یاد بگیرم، متوجه شدم که یعنی یه جورایی بیشترین الهام از ایشون گرفتم، به خاطر اینکه خیلی برام مهم شد. چون الان اکثر آرتیست‌ها حالا یا فقط تکسچر کار میکنن، حتی تکسچر پارچه. میدونین منظورم چیه؟ میخوام بگم که من اول شاید فقط به مدل سازی فکر میکردم، فقط به اینکه یه لباس رو 3 بعدی بخوام کار کنم، اما بعدها متوجه شدم دوست دارم این کاتگوری واسه من کامل باشه. یعنی اگه مدل سازی انجام میدم، ریتوپولوژی هم بلد باشم، تکسچرش هم بلد باشم، خودم بدم به لباس، خودم اون تکسچر رو بسازم. یعنی شروع کردم تکسچر ساختنم یاد گرفتم. فکر می‌کنم دوستای نزدیکم خیلی تاثیرگذار بودن این قضیه. ولی خب اینم بگم نگفته نمونه، توی این قضیه سری آدم ها هستن که کارهای خیلی خوبی دارن، واقعا خیلی کاراشون خوبه، ولی بخوای اسم ببری نه کسی میشناسه نه پیجاشون رو میدونن. فکر می‌کنم خیلی آرتیستای خوب این مدلی داریم. آره آرتیست که کم نیست ماشاءالله، ولی کلا میدونی چه این سوال نمیدونم، فکر نکنم از یه سری سوالا قبلا صحبت کردم قبل پادکست، گفتم یه سری سوال دوست ندارم از قبل به مهمانا بدم. خب و من معمولا تو آرتیست خارجم زیاد ممکن از معمولا ازم میپرسم و وقتی لیست سوالایی که ممکن ازشون بپرسم میپرسن، هیچ وقت این یکی سوال و یه سوالی که حالا آخر پادکست از خودتم میپرسم هیچ وقت براتون نمیفرستم. میدونم چرا؟ چون اگه سوال از قبل بدونن براش آماده میشن و کلا اون جواب واقعی کلا از بین میره. چون نگاه کنید وقتی مثلا همچین سوال میپرسم، ذهنتون خیلی اسما تو ذهنتون پرت میکنه که نمیدونید کدومش رو انتخاب کنید. یعنی به خاطر ولی همون یک دو سه تا ذهن اسمی که میاد تو ذهنت اون یعنی جواب واقعی است. میدونی چی میگم؟ و آره و حالا این موضوع خودش خیلی چیزه. حالا یه سوالی، شما خودتون که میخواین تو صنعت ویدیو گیم میخواین فعالیت کنید، درست میگم؟ بله. و خودتون هم ویدیو گیم بازی میکنید؟ خودم بازی میکنم و خودم موفق شدم بالاخره پروژه‌ای بگیرم که تو این صنعت بالاخره نقشی داشته باشم. اگه خدا بخواد که بازی آنلاین چیزی، لیگ آف لژندز دوتای چیزی که بازی نمیکنید؟ من واقعا بخوام یه مدت بازی نکردم، دور بودم از هر مدل بازی، واقعا دور بودم و خب خیلی اذیت شدم چون خیلی علاقه داشتم. الان به خاطر کاری که دارم انجام میدم، یعنی این ذوقی که دارم میخواد بازی کنم ولی این تایمو ندارم، دارم به فکر میکنم خب خیلی جذابه، چون من الان لباس کاراکترایی میسازم که قراره توی بازی استفاده شه و قراره یه نفر بازی کنه و لذت ببره از این بازی. یعنی یه جورایی اینجوری خودمو دارم مجاب میکنم که بازی نکن فعلا، دست نگه دار و به کار ادامه بده. حالا بازی مورد علاقتون خودتون چیا هست؟ چیا بازی میکردید وقتی من وقت داشتید؟ ببینید واقعا نمیتونم یه دونه دوتا بازی اسم ببرم و شاید خندت بگیره از بازیایی که بخوام بگم. نه اشکال نداره، چون میگم خیلی به روز نبودم توی این مدت، ولی من ویچرز بازی کردم، ویچرز دوست داشتم. ویچر عالیه، کجاش مسخره است. دیگه کال آف دیوتی، دیگه کانتر، دلسافاست دیگه بازی، و قبلا هم که اینجاستیس و تیکن و مورتال و اینا همه رو دوست داشتم. عالی. نه چویس خیلی خوبی بود، کجاش مسخره بود والله. بعد خدمت شما که آرزم، ولی دوتا دو رو بازی نکردم. نه اونا رو بازی نکن. با که خودم 4000 ساعت روش دارم، لیگ آف لژندز هم 1000 خورده ساعت بازی کردم، نکن. ببین مثل اعتیاده که مثل رابطه تاکسیکه واقعا، نمیدونم چی بگم. ولی واقعا خلاص همین بود که سمت این بازی نرفتم، چون که همین گفتن اگه بریم معتاد میشی به این بازی، و خب منم خیلی کار داشتم بعد از اون که اون چیزی که واسش پلن چیده بودم. مثل قمار بازا میشی، مثلا یه مچ مثلا قبل مثلا از سر کار دانشگاه میاد یه مچ بازی میکنی، هم تیمیات خیلی سمن، بعد جلوت دشمنات هم خیلی سمن، رجزخونی برات میکنه، بعد اعصاب خورش بعد میبازی، بعد میگی نه نمیتونم با یه باخت بخوابم، بعد بازی میکنی که ببری،
دو تا بازی بعدی هم میبازی، بعد بازی چهارم میبری، بعد یهو میبینی ساعت شده ساعت 2:48 صبح، پس ساعت 7 صبح هم باید باشی. به خاطر این سخت میشه. ولی بیشوخی بگم نه جفتشون، حالا به شوخی یه جوری گفتم، جفتشون بازی خوبی ان، فقط پلیر بیسشون خیلی ساده، اینجوری بگم، یعنی واقعا بازی خوبی ان. مثلا دو تا خیلی بازی فنی استراتژیکیه، ولی پلیر بیسش خیلی دوستانه نیست و خود بازی هم باید 500 600 ساعت حداقل بازی کنی که الفبای بازی رو یاد بگیری. هم به جاش یه نرم افزار دیگه آدم یاد بگیره به نظرم بهتره. یعنی من خودم برمیگشتم واقعا سعی کردم یه کار دیگه کنم و کار دیگه با وقتم کنم، ولی اینم از این خیلی ولی هم خب خیلی تاثیر داره بازی کردن. ببین مثلا زمانی که آره. تو توی این کاتگوری شغلی داری فعالیت میکنی، اگه تکسچر آرتیست باشی که قطعا میتونی الهام بگیری و بدونی مثلا چه تکسچرایی بسازی که توی بازی کمک، مثلا برای کسی که داره کار بازی سازی انجام میده کمک کنه بهش و خیلی کمک میکنه کلا به خلاقیتت. یعنی باید یه تایمی رو در طول روز بذاری فقط بازی کنی. به نظر من خیلی اشتباهی کلا بازی نکنی. آره موافقم. آره مثلا بعضی از حتی بازی هم نمی‌کنی، بازی کردن بقیه رو تو یوتیوب میشه دید، یعنی حتی اگه وقتمونم نداره اگه بخوای، چون من خودم یه کاری که میکنم همیشه فیلم که میبینم بازی که میکنم یه عادت وسواسی به دست آوردم. چند سال یه چنل تلگرام پرایوت برای خودم ساختم، اسکرین شات هم میذارم اونجا، مثلا از یه فریم یه فیلم که ببینم خوشم اومد اسکرین شات میگیرم، مثلا میذارم پرینت اسکرین، یعنی میدونم بازی که میکنم از یه شات یه مثلا چی تکسچرش باحاله، مثلا لایتینگش خیلی خفنه، الهام میده، اونا رو اسکرین شات میگیرم میذارم تو اون چنل، نگه داشتم چند ساله. مثلا تو و کتگوری شغلی منم لباسا رو دقت میکنی که مثلا این لباس آره باحال‌تر میشه اگه این ضخامت رو داشته باشه، اگه این تکسچر مثلا بخوای بسازی باحال‌تره. اینا خیلی کمک میکنه. 100% و به خاطر این یعنی حتی میگم اگه نتونی بازی کنی میتونی من بقیه حالا استریمرها یا هر کی دیگه که تو مثلا گیم پلیش میذاره میتونی اصلا اونم اسکرین شات بگیری. آره واقعا یعنی حتی خود خیلی تو اسکچ مپ حتی مدل ها رو میذارن، مدل بازی ها رو. یه برنامه‌ای بود که نمیدونم چی بود اسمش ولی یه جوری فکر کنم غیر قانونی بود که میتونست اسست هر بازی رو اکسترکت کنه فایل 3D شو، مثلا با اسست اوورواچ، اسست هر چیزی، یعنی برنامه بود توی سرور دیدم یه بنده خودی شیر کرده با سرور دیسکورد که این کار میکرد که حالا خودم دنبالش نرفتم، ولی مثلا حتی همونم خیلی این چیزا واسه استادی کردن کمک کنه. البته اینا برای مراحل بعدی که حالا مثلا به صورت اون بیسیک ها رو یاد گرفتیه، یعنی همون اول نمیخواد این کارو کنه، برای بعد کنه. و آره اینم از این صحبتی نیست در ادامه این قضیه، نمیخوام چیزی بگیم یه بریم سوال بعد. چی بخوام راجع به بازی بخوام بگم؟ کلا اگه چیزی جا نمونده. من فکر میکنم شما خودت هم علاقه داری به بازی سازی، درست میگم؟ فکر میکنم گفتین 100% آره. ببین از دور که بازی میکنی یه جذابیته، اینکه بخوای یه چیزی تولید کنی که توی اون بازی استفاده بشه یه جذابیته، و با تیمی که برخورد میکنی، یعنی این واسه من الان جدیدترین و جذابترین تجربه میشه. یعنی با یه تیمی دارم مشارکت کنم که هر آرتیستی داره یه کار میکنه، یعنی همه دارن با هم دیگه همکاری میکنن که یه بازی ساخته بشه و این خیلی دیگه اوج جذابیت این کاتگوری شغلیه. و خب فکر میکنم هر کسی که تو این زمین داره کار میکنه آرزوشه یه روزی خودش هم بتونه یه همچین بازی بسازه، خودش بتونه این تیم رو جور کنه و بتونه یه بازی خیلی باحال بسازه که همه باش خیلی حال کنن، خیلی بازی کنن، خیلی سرگرمشن باهاش. نمیدونم حالا مفید هست یا نه، ولی خب خیلی نه جذاب. آره دقیقاً میدونم چون خودم هم الان با یه کانسپیرسی داریم روی پروژه کار میکنیم و کار مدل سازی و طبیعتا تکسچرینگ و ایناش کلا با من کلا سمت 3Dش با من کلا همه چیز جوری جنرال و خود کاراکتر اولی که ربات هست دارم مدل سازی میکنم و کاراش انجام میدم، خیلی پروسه قشنگی برام، چون چیزی دارم میسازم که برام جذابیت داره، خودم دوست دارم در آخر بازیش کنم. میدونی چی میگم؟ رو پروژه که واقعا دوستش دارم. و ببین خیلی به باگ و مشکل خوردم تا حالا تو یاد گرفتن به قولم فوتو فنی، ولی باز اصلا برام یعنی اونجور چیزی نیست. یعنی از 22 آپریل تا الان دارم یک کله روش کار میکنم و یک ذرم اصلا ذوق و شوقم کم کم شده، اتفاقا بیشتر دارم ذوق و شوقم بیشتر میشه که چون نزدیکتر دارم میشم به دمو یا پروتوتایپی از بازی یا چیز. خب و دقیقا فرق بین پروژه خوب و پروژه‌ای که دوست نداری همینه. پروژه‌ای که دوست نداری مثل به قول کاری که مثل
ظرفه تو سینک. این چی میگم؟ آره ولی آره بعد ولی مثلا پروژه که خودت دوست داری، یعنی از برات لذت بخشه، چون داری همونجور به تموم شدنش نزدیک میشی. این چی میگم؟ آره اصلا فهمیدم یادتون هست که زمانیم که به من پیام دادین، یکی از دلایلی که این پادکست دیرتر ضبط شد همین بود، چون مشغول این پروژه بودم و فکر می‌کردم که واقعا تا اردیبهشت تمام شده، اما همچنان ادامه داره این داستان و خب خیلی جذابه. مثلا تو زمانی که خودت فکر می‌کنی که یعنی به همه دوستان همیشه میگن فکر می‌کنی توی کار خیلی خفن و خیلی خوبی، ولی تجربه‌ای که توی کار واقعی داری، تجربه‌ای توی کار اصلی که داری، یعنی باعث میشه که تو بری باز به چالش کشیده بشی، بری یه سری چیز جدید یاد بگیری و حس کنی همیشه نیاز خودتو به روز نگه داری. میدونی منظورم چیه میکنم؟ یعنی این چالش به چالش که میکشه خیلی جذابه و دیگه چی میتونم راجع به این قضیه بگم و امیدوارم که واقعا یه روزی بازی خیلی خفن بسازه. چون مثلا ببین من شخصا زمانی که کار مدل سازی رو شروع کردم گفتم که خب اوکی مدل سازیشو سعی میکنم تو مدل سازی مدلی نمونه که نتونم انجامش بدم، یعنی بتونم از پسش بر بیام، سعی کنم تا اون لول برسم و وقتی به اون لول رسیدم کردم ساخت تکسچر رو یاد گرفتن و خب برام مهم بود که هر چیزی که راجع به لباسه، یعنی چه ریتوپولوژی، سعی کنم تو هر قسمتش خوب باشن، یعنی چه مدل سازی لباس، چه ریتوپولوژیش بوده، چه تکسچرش، که الان در تلاشم که این لول رو انقدر خوب کنم که دیگه چیزی نمونه توی این کاتگوری که بخوام یاد بگیرم، یعنی 100 اوکی باشم دیگه توی این کاتگوری و بعد برم سراغ استپ بعدی، چیزای دیگه بعدی که نیازه که اگه بخوای بازی بسازی بلد باشی و هر کدومو همینجوری شروع کنم که یاد گرفتن و بهتر شدن تا زمانی که بشه مجموعه اینا بشه یه بازی واقعا ساخت. خیلی خوب. خب ولی تا الان خیلی سوال هنری و اینجور چیزا پرسیدم. حالا یه سوالی که دارم، غیر از کار کلا 3D و کلا کار هنری و مرتبط به هنر، چه چیز دیگه از تو زندگی بهش علاقه دارین تو زندگیتون که دارین انجامش میدین؟ حالا یه چیز کلا غیر مرتبط به آرت، حالا میتونه نمیدونم شاید ورزش باشه، شاید نمیدونم آشپزی باشه، شاید کوهنوردی باشه، نمیدونم شاید ساختن، نمیدونم ساختن، یعنی یه جوری اونم هنر حساب میشه. ولی منظورم که میدونی کلا چیز غیر که غیر مرتبط به هنر باشه چی هست الان تو زندگی؟ غیر مرتبط به هنر فکر می‌کنم که بخوام میدونین آخه بازه زمانی آره همه هر چیزی که دوست داشتم و کنار کارم داشتم، اما الان مجبورم که فقط فوکسم روی کارم باشه و خب تایم خیلی کمی هم که دارم مثلا یه موزیک گوش میدم و خب موزیک گوش کردن خیلی دوست دارم، ولی خب قبلا ورزش میکردم که الان دیگه ورزش نمیکنم. شنا کردن خیلی دوست دارم و یه مدت تمرین میکردم که صدامو بسازم و این تمرین کلا گذاشتم کنار و فکر می‌کنم اگه تایم داشته باشم روی صدا سازی یا موزیک یا ساز جدیدی بخوام یاد بگیرم می‌کنم. بازم به هنر ربط داره. نمیدونم خارج از هنر واقعا چی بگم. البته نه، من سوال بعد پرسم غیر مرتبط به هنرهای تصویری. آره این بهتر فکر کنم. آره خب ببینید من کلا از مجسمه سازی خیلی خوشم میاد، خیلی، یعنی تجربه خیلی کوتاه هم راجع به این قضیه داشتم. اتفاقا یه استاد شیرازی هم داشتم بابت یادگیری مجسمه. اسمشون چی هست؟ شاید بشناسمشون. آقای واعظ‌زاده بودن، خیلی سال ندیدمشون ولی کار چوب انجام میدادن و پیکرتراشی و حجم و کلا من با ایشون شناختم و فکر می‌کنم اگه مثلا خارج از یعنی یه چیزی که کلا از خلق کردن خیلی خوشم میاد، یه چیزی که وجود نداشته باشه تو خلقش کنی، حالا یه موزیک جدیدی بخواد یکی خلق کنه یا یه چیزی که نمیدونم منظورم رو نمیدونم چجوری باید بگم، ولی از ایجاد یه چیزی که وجود نداره خب واقعا خیلی لذت میبرم. اگه بخوام به این فکر کنم که تایم آزادم رو چی کار کنم، بازی کردن، شنا کردن یا موزیک گوش دادن، خیلی لذت میبرم. آره فکر کنم حالا نمیدونم دقیقا درست بگم، ولی من خودم چیزی که واسه خودم شخصا حس میکنم، من یه دلیل که دقیقا خودم از خلق کردن خوشم، من دوست دارم یه اساره از کسی که هستم بعد مرگم بمونه. این حسی که من دارم
از خلق کردن، این که دلایلی که برام خلق کردن جذابه اینه. میدونی؟ من یکم فکر می‌کنم اینجوری خیلی دارک باشه، ولی نه دارک نیست اتفاقا، واقعیت زندگیه. آره من دارک من مثلا خلق نمی‌کنم که مثلا اوکی همه مثلا ببینن کار ما مثلا بازی خفنی بشه و کلی پول در بیارم. نه، بیشتر این چیزی که برام ارزشه اگه کاری که خلق میکنم اونقدر که به فارسی کلمش فکر برانگیز، نه خیلی کلمه اسفنه در واقع نمیدونم به فارسی چی میگم، ولی یه چیز باشه که باعث شه طرف به فکر بیفته، خوشش بیاد، جذب شه و حتی بعد مرگم هم همین قضیه ادامه دار بشه برام خیلی جذاب‌تر، جالب‌تر تا اینکه مثلا 2 میلیون نسخه فروش آوردی. یعنی آره متوجهم. اتفاقا این صحبت رو داشتی، من یه چیزی افتادم که فکر می‌کنم گفتنش خیلی میتونه مفید باشه واسه کسی که داره میشنوه. ببین مثلا الان بچه‌های الان فکر می‌کنن همه دنبال اینن که یه چیزی بسازن نشونه همه بدن، همه بگن وای خیلی خفنه، خیلی خوبه، یا حالا فالوور بگیرن یا فروش خیلی زیادی از اون قضیه داشته باشن، یا حتی سعی می‌کنن خیلی تعداد کار بالایی انجام بدن که مثلا پورتفولیوی خیلی پولی داشته باشن. ولی به نظر واقعا اینجوری نیست. تو زمان بذاری یه کار خوب، 2 کار خوب، 3 کار خوب انجام بدی و توی پورتفولیوت بذاری و مطمئن باش اون آدمی که باید بخواد یه کار خوب انجام بده و بخواد تو جزئی از اون کار باشی تو رو پیدا کنه. یعنی کار خوب تو با دل و جون خیلی دلی انجام بده و خیلی هر ادیتی که لازم داره با حوصله واسش زمان بذار و شاید یه بازه زمانی حتی درآمد خاصی نداشته باشه چون کارات کمه، ولی اون آدمی که کار خفنه رو داره انجام میده و به تو احتیاج داره قطعا میاد سمتت. فکر می‌کنم توی کار کردن بچه‌ها خیلی میتونه مفید باشه که خیلی درگیر این نباشن که الان پست بذارن اینستاگرامشون خیلی قوی باشه. نه اصلا واقعا نیاز به تجربه شخصی منه که اصلا نیاز به این کارا نیست واقعا. و راجبه چیزی هم که تو گفتی راجبه اینکه یه حالا اثری بخواد بمونه، به نظرم همچنان دارکه با اینکه گفتی دارک نیست. ولی خب من یه چیزی که همیشه مثلا به خواهر خودم هم میگم، خواهر من اصلا علاقه به هنر نداره و نه طراحی هیچ علاقه خاصی است. من خیلی ضریب هوشیش هم خیلی از من بالاتره ولی علاقه به هنر نداره و من پیشنهادم اینه که میگم اوکی اگه نقاشی دوست نداری رنگ‌آمیزی انجام بده، یا اگه مثلا قرار نیست این کار به کسی نشون بده یا اصلا پاشو رقصیدن. ولی چیزی که خیلی قشنگ بود، مثلا خواهر خودم وقتی این کار انجام داده بود میگفت که این لحظه احساس کردم که این واقعیته. یعنی تو زمانی که زندگی تو یه تایمی رو بذاری واسه یک همچین موضوعی، واقعا توی اون لحظه یعنی اون تایمی که تو داری میرقصی به هیچ چی فکر نمی‌کنی، اون تایمی که داری نقاشی می‌کشی داری یه چیزی رو خلق می‌کنی به هیچ چی فکر نمی‌کنی و کاملا فوکست دقیقا روی این لحظه است و همین جایی. این واسه من خیلی ارزشمند میکنه تا اینکه حالا ببخشید میگم نظرت خیلی محترمه ولی خب خیلی داره که بخوای بگی من الان یه چیزی بسازم که بعدها اونو باشه همچنان بعد از مهم نیست. مهم الان توئه، مهم که الان هستی و لذت ببری و باشی واقعا حضورتو حس کنی. نمیدونم. نه آره حرف درسته، ولی این جفت حرفایی که جفتمون زدیم آره خب قشنگ نشون دادی دو تا پرسپکتیو مختلف، ولی جفتش هم خیلی جواب درستی هست. ولی مثلا فکر کنم جفت چیزی که گفتیم و حتی مطمئن باش پرسپکتیو دیگه جزء طبیعت ذات انسانه. مثلا تو تاریخ رو نگاه کن، مثلا خیلی از مجسمه‌ها که ساخته شده، خیلی از بناها که بنا عظیم که ساخته شده واسه چی بوده؟ واسه یادآور که هی ما اینجا بودیم. خب مثلا خود نقاشی نمونه بازش نقاشی انسان نخستین تو فرانسه، قاره فرانسه خیلی معروفه. فکر کنم یه نمیدونم عکسش یه تیکش تو موزه ملی تهران هم یه بار دیدم فکر کنم، یا شاید اشتباه میکنم. ولی خب همونم خودش خیلی چیزه دقیقا نشون داده همین قضیه است. و آره خب دوستان به یه سری مشکلات فنی برخوردیم که مجبور شدیم یه کاتی وسط پادکست کس کردیم به خاطر اونه. و خب بریم سراغ ادامه پادکست که البته ادامه پادکست رسیده بودیم به آخرین سال قسمت پادکست که اسمش تایم کپسوله که به اصطلاح کپسول زمان، که حالا کانسپتش حالا بخوام میخورد توضیح بدم یعنی که حالا نام شناخته باشین یا نه، ولی از 100 خورده سال پیش تو آمریکا تو اروپا خیلی از دانشمندا میومدن یا کلا نه دانشمندا، کلا آدم مختلف، کلا مورخان یه سری چیا رو توی کپسول خیلی مجهز
میذاشتن مثلا اطلاعات در مورد تاریخ، فرهنگ، علم، همه چی، و یا مثلا مصاحبه یا هر چیزی، و اونها رو خاک میذاشتن تو اون بسا میبستن و خاکشون میکردن یه جای محله که حالا مختصاتشون رو داشتن که آیندگان هم که اینا آیندگان بتونن برشون دارن که وقت گم شدن، از دست رفتن، کلا دانش بشری رو یه جوری سیو میخوام کنم. و حالا چه ربطی داره به قسمت سوال پادکست الان بهتون میگم. و منم یه کانسپت این موضوع که اومدم بقولن اجرا کنم از قسمت 75 الان قسمت 293 هستیم اشتباه نکنم. آره چه سوتی دارم 293. آره یادم رفت شماره خودش. آره 293 است. مثلا نگاه کن از قسمت 75 تا 293 این آخرین سال اختتامی خود پادکست است و کلا سوالی هم که میخوام بپرسم اینه: شما تو کل تجربه زندگیتون تا الان، خب هر چقدر بوده، مهمترین و با ارزشمندترین درسی که تو زندگیتون گرفتید به عنوان یک انسان چیا بودن؟ کم شد سوال. بله حالت ادامه داره. مهمترین درس فکر میکنم من جز دسته آدماییم که خیلی فکر میکنم و اگه بخوام یه چیزی بگم که به کار کسی بیاد اینه که اوکی فکر کردم تا یه حدی خیلی خوبه، خیلی باحاله، بشینی فکر کنی میخوای چیکار کنی، برنامه‌ریزی کنی، همه چی خیلی بانمک هستن تا زمانی که داری فکر میکنی. ولی وقتی که دیگه یه کاری شروع کردی و استارت زدی، هر چیزی مثلا درس خوندن، کار کردن، زندگیت، نمیدونم خوشگذرونیت، اون لحظه دیگه نباید فکر کنی. به نظر من اون لحظه دیگه فقط باید انجامش بدی. یعنی یه موقع مخصوصا بچه‌ای که تو کاتگوری شغلی منن احساس میکنم خیلی بیش از حد زمان میزنن فکر کردن، یعنی حین کارشون وسط کاری دارن دائم فکر میکنن و فکر میکنن این فقط آدمو عقب میندازه. نظر من اینکه فکر کن قبلش، ولی وقت انجامش دیگه اصلا به چیزی فکر نکن، فقط انجامش بده. چون نه فکر تو نه حرفای تو هیچی تو رو تعریف نمیکنه، فقط تاثیر توه، نوع حضور توه و نوع کاری که داری انجام میدی و اون کار توه که داره تو رو تعریف میکنه. و یه چی بگم، یه هر چی بگم جمله‌های خوبی میتونه باشه ولی خیلی شبیه جمله‌های اینستاگرامی میشه. نه هیچ اشکال نداره. اگه این چیزی که ببخشید دست دفتون کردم فقط خواستم رو سری بگم، این چیزی که اکثر مهمونا میگن نگران هستن بابت جواب این سوال اینه که اصلا هیچ نگران نداشته باشین که هر چقدر حرفتون ممکنه کلیشه باشه یا خیلی به قولن ساده و به قولن از این به قول خودتون سخن انگیزش اینستاگرامش مهم نیست. اون چیزی که واقعا عقیده دارین رو بگید. نه اتفاقا بعضی چیزها شاید بگیم خیلی کلیشه باشه ولی خیلی درسته. این دلیل نمیشه چون که بارها شنیدی اون جمله مثلا ارزش نداشته باشه، قطعا داره. و فکر کنم باید فقط زندگی کنیم و کاری انجام بدیم که ازش لذت ببریم، حالمون خوبه، خودمون باشیم. میتونم فکر کنم خیلی مفید باشه و دیگه یه جاهایی هم از فکر کردن واقعا دست برداریم. آره خیلی هم عالی و خیلی هم خوب به پایان پادکست رسیدیم. خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید برای ضبط این قسمت و خیلی ممنون از همون کسانی که خب پادکست رو دارن گوش میدن، گوش دادن و خوششون اومده. و آره هر نظری، پیشنهاد، چیزی داشتین تو کامنت ها بذارین و فکر کنم یعنی کسی سوال داشته باشه میتونه از کجا باید باهاتون در تماس باشه؟ فرق نمی‌کنه حالا چه پلتفرم اینستاگرام، باشه. آرتستیشن. آره فرق نمی‌کنه، هر جور که راحتن خوشحال میشن لطفا. خیلی هم عالی. و خب اینم از قسمت 293. امیدوارم لذت برده باشن همه. مواظب خودتون باشید تا قسمت بعد. بای.